فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگه ما که مخفف اسمش ای است، سوالشان این است که آیا در هنگام دفن کردن میت میشه سوره فاتحه را خواند؟ اصل در سنت در هنگام دفن کردن میت دعا و استغفار برای میت هست. اول دعایی که در قبر گذاشته می شود، بله. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، به نام الله، با کمک الله تبارک و تعالی و بر ملت طریقه و راه و روشی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ما ایرا دفن میکنیم. بله. و بعد از او دعا و استغفار، حمد و ثنا و دعا و استغفار برای میت، بله. قسمی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است. و قرآن خواندن و فاتحه خواندن ها از هیچی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یا هیچی که از صحابه کرام ثابت نیست. آنچه از عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه روایت می شود درباره خواندن آیات های آخر سوره بقره و بعضی سوره های دیگر چون الحمد و غیره، روایات غیر ثابت و از لحاظ سندی ضعیف هستند.